مادر پسر خوب خود را هم دوست داره، پسر بد خود هم دوست داره. ای باور بکنین مادرها همین گونه هستن. هم پسر شرابی خودم داغوش میگیره، پدر زده او را از خانه میکشه، از دروازه دیگر را داخل میکنه، نصف شب میخزده او غذا تیار میکنه. مادران هستن تا ساعت 11 شب دو چشمشان به دروازه است که پسر خوشگذرانش با رفیقایش رفته شب پارتی دارن، رفتن سیاحت دارن، چکر دارن، در فلانی مهمانخانه قطعه میزنن، فلان میزنن. مادر بیچاره دو چشمش می دروازه است. وقتی که می آهسته آهسته قدم بر میداره که پدرش بیدار نشه. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. مادر، محبت مادر دیگر در دنیا نظیر ندارد. ای عزیز من، به الله سوگند که پروردگار بیشتر از مادر نگرانت است. اگر از یک در میره بیرون، الله در دیگر را باز میکنه که شاید از این در پس بیایی داخل. دنبال این بنده میگرده که از کجا گیرش بیار. مثل همین مادر بیچاره لطوکوبش میکنه. همین هفته روز یک شنبه یا دوشنبه کسی به من تماس کشید، نام شهر نمیگیرم، شهری که نزدیک ما هست، گریه میکرد. گفتم چی شد؟ گفت یک پسر امشب مادر خود کشته. اگر همون مادر زنده شود برش بگویی که بچه ت بخشیدی، میگه بخشیده میشه، کمیر چیزی نشد.